در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های پدر و 4 فرزندش از محله گرانزواد نویه فردوسی شهر دوشنبه که شب 27 و 28 فوریه سال 2024 از دود انگشت به هلاکت رسیدند نشر شد و این فاجعه تلخ را دیگر باره ورد زبان ها کرد. در این حادثه فاجعه‌ای مادر این طفلان معصوم نیز جان داد، ولی عکس او نشر نشده است. صد نفر برای اعضای این خانواده دست به دعا گشوده برایشان آخرت آباد آرزو کردند. کاربران همین طور بار دیگر مقامات سوای برق تاجیکستان را به بی‌مسئولیتی عیبدار کرده گفتند متاسفانه مشکل 10 ساله باز حل نشده باقی مانده بی‌برقی باعث مرگ انسان‌ها شده ایستاده است. قبلا خبر داده بودیم که شب 27 و 28 فوریه سال 2024 6 عضو یک خانواده ساکن محله گرانزواد نویه فردوسی شهر دوشنبه از دود انگشت به هلاکت رسیدند. در کمیته لطفای فوق‌العاده گفتند که این عائله خانه خود را توسط بخاری گرم می‌کرد و متاسفانه شب 27 و 28 فوریه وقتی که همه آنها خواب بودند از بخاری دود کربن خارج شده سبب مرگ همه 6 باشنده خانه شده است. روز 28 فوریه در شبکه‌های اجتماعی ویدیو 6 تابوت نشر شد که در صحن یک مسجد گذاشته شدند. مؤلفان ویدیو گفتند که آنها 6 عضو یک عائله بوده از دود انگشت جان دادند. بنا به این ثبت همه ففتیدگان را روز 28 فوریه به خاک سپردند. مرگ یک باره 6 نفر از دود انگشت در حالی است که روزهای آخر با وجود برف و بارشات و سردی فوق‌العاده قدم نامبارک لیمیت برق تا به پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شرکت برق تاجیک و دیگر مسئولان را در مرگ این 6 عضو یک خانواده گناهکار می‌کنند. ساکنان دوشنبه میگویند لیمیت برق زندگی آنها را در بناهای بلند آشیانه طاقت فرسا کرده خانه‌هایشان را عملاً به یک یخدان بتونی تبدیل داده است. تاجیکستان که پرزیدنتش امامعلی رحمان هنوز چند سال پیش از پایان دوران لیمیت برق و به مال تاریخ تبدیل یافتن لیمیت حرف میزد، در فصل سرمای امساله به لیمیت برای چندین سال آخر بی سابقه در این کشور روبرو شد. عملاً از پایان ماه سپتامبر به این طرف اکثر منطقه های تاجیکستان در یک شبانه روز امکی 6 ساعت نیروی برق میگیرند. در اول هفته روان مقامات برق شهرها نیز از جاری شدن لیمیت برق خبر دادند. کم شدن سطح آب در آبانبارها از جمله در آبانبار بزرگترین نیروگاه جمهوری نیروگاه نورک را دلیل جاری شدن لیمیت نام میبرند، ولی منتقدان میگویند اصل گپ در فروش نیروی برق به خارج و اساساً به افغانستان است که توسط سخیمه های کروپسیونی صورت گرفته به دولت یگان فایده نمی‌آورد، بلکه همه پولش به کیسه چند نفر می‌ریزد. منتقدان میگویند اگر از این برق فروشی ها فایده میشد قرض برق تاجیک به 3 میلیارد دلار نمی‌رسید.